امروز 21 می هستش و ما قراره برای یک شب بریم پیش یکی از دوستامون و اونجا خونشون بخوابیم. و این وسایلی که جمع کردیم با خودمون به اندازه دومان وسایل جمع کردیم. آره دیگه روز ما شب تنها بود و میریم شش بخوابیم. بچه ما الان بکردیم رسیدیم ولی اشتباه اومدیم و این طبقه 4 اوایل 75 یه خونه دیگه است. اشتباه اومدیم و خونه دوستمون سومی ساخته بود که الان پیش اومد و باید باز برگردیم. از این پله شورت الان ما اومدیم و این چلمه رو کشیم اومدیم و آسانسور نداشت و باز باید برگردیم و بالاخره اومدیم خونه سوم و باید این چمدون رو ببریم از این پله بالا چون آسانسور نداریم ساختمون و بالاخره